کسانی که البته در مسجدها هستند، اونها هم در مسجد قیام لیل دارن، نماز شب دارن، یا اینکه قرآن خوانی دارن، ذکر گفتن دارن. مادرایی که شما هم در خانه هاتون، چگونه من تاکید کرده بودم، اعتکاف مادرای ما در درون خانه هاشان، وقتی شما اگر در اعتکاف باشید یا اگر در اعتکاف هم که نباشید، همون شب 27 شما اگر به شرط تا به روز اگر نماز قضا داری، نمازهای قضاتون خوانید. اگر قرآن خوانده میتونی، قرآن بخوان، خواه تاجیکیش میتونی، خواه عربیش میتونی. اگر یگان کتاب هایی که در اطراف قصه های اصحاب پیغمبر است، مسئله و مسائل های دینی است، حتی اوارم میتونی مطالعه کنی. میتونی که تسبیح را گرفته اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میتونی که همین هم شما با مثل تسبیح واری دعا کنین. میتونین هزارها بار الله اکبر بگین، اللهم صل علی محمد بگین. تا به روز میتونین که از نمازهای تهجد خوانین، نمازهای شب تان خوانین. یگان نماز مخصوص ندارد این شب قدر. بسیاری مردم میگن بعضی کتاب های فارسی هایی که هر خیر نمازها آمده است، هیچ کدام اونا اصل ندارد. چیزهایی را که حاضر من به شما اشاره کردم، برادرها و خواهرها عزیز، همین شما انجام تین. فقط شب حرکت کنین که همون شب تا صبح دمیدن تا نماز بامداد همون شب زنده نگه داره.